بسم الله الرحمن الرحیم. و این جهنم، باز اگو کسایی که باز گمراه ها که امرای تو دوستی کردن و گپای تو را کردن، و این جهنم، و یقینا که آتش جهنم که است، لموعدهم، باز میعادگاه، جای وعده هست، اجمعین برای همهشان. در این دوزخ دیگه الله متعال باز برش میگه که لها 7 ابواب، در این دوزخ باز 7 دروازه هست که برای هر شیطان مطابق مواصفاتش اما تو دروازه ساخته شده. لکل باب منهم، برای هر دروازه از اینا جزء مقسوم، یک حصه چیز جدا شده و تقسیم شده هست. متعصبین و متکبرین و کافرها از اینی دروازه، مشرکین و ملحدین و مرتدها از اینی دروازه، اینی بدعتکارا، سازندار، رقاصا، دولچی از اینی دروازه، اینی مردم هایی که پیروان لینن هستن، پیروان مارکس هستن از اینی دروازه، اینی دموکرات ها از اینی دروازه، سوسیالیست ها از اینی دروازه، سکولر های بیدین از اینی دروازه. الله متعال میگه برای هر کدامشان یک جزء مقسوم جدا شده. اما مسلمان ها که هستن، بنده های واقعی و مخلص الله چی هستن؟ ان المتقین، کسانی که تقوا میکنن، خود از برنامه های شیطان حفظ میکنن، تقوای فکری دارن، متاثر به افکار کفری نمیشن، تقوای قلبی دارن، قلب خود به غیر الله وابسته نمیکنن، تقوای بدنی دارن، اعضای بدن خود از گناه ها و از شرکیات و کفریات حفظ میکنن، تقوای زبانی دارن، زبان خود از آنچه که مخالف شریعت الله حفظ میکنن، تقوای مالی دارن، مال خود در راه مصرف نمیکنن که راه شیطان است، تقوای قانونی دارن که بغیر از شریعت الله قوانین دیگر را نمیپذیرن. اینال میگه الله متعال میگه اینی کسایی که اینی 6 قسم تقوا را دارن، فی جنات و عیون، اینا در جنت ها می باشه، و عیون در چشمه ها می باشه. الله متعال برشان میگه ادخلوها، داخل شوین در جنت ها، به سلام آمنین، به سلامتی که شما در امنیت می باشید. و نزعنا ما فی صدورهم، آل میگه بعضی جنتی ها هستن که در دنیا کم کم در دلشان یگان ذره حسادت و یگان ذره بدبینی و نگاه است. الله متعال میگه بعضی خواسته ها هست، بعضی چیزها هست انسان فطرتاً که در فطرت باشه بسیار آدم خوب می باشه، بعضی اوقات انسان از فطرت میبره عادت های خراب می داشته باشه، غیبت میکنه، یگان دفعه دروغ میگه، یگان دفعه یگان اعمال بد و فحشا و منکراتی گپا مبتلا می باشن. حال اگر این مردم ها داخل جنت شه و باز در جنت گپا را می داشته باشن، الله متعال میگه و نزعنا، و ما پاک میکنیم اینا را از تمام اندیشه ها، از تمام افکار، از تمام امراض، از تمام زشتی های شهوات و شبهات، کلی مشکلاتی که در چیز باشه یا وجودشان میشویم. ما فی صدورهم، از آنچه که در سینه های از ایناست، من غل، از کینه ها، اخوانن، که باز اینا در جنت می باشن مثل برادر یک دیگر، علی سررن، با تخت ها می نشینن، متقابلین، روبرو یکی دیگر می شینن، با یک دیگر احوال پرسی و قصه می کنن. لا یمسهم فیها نصب، بر از این جنتی ها نمی رسه در جنت نصب، تکلیف، و ما هم منها بمخرجین، و اینا نیستن از این جنت خارج شدن، هیچ خارج نمیشن. نبی عبادی، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، خبر بتی بر بنده های ما و بنده های مخلص و واقعا مؤمن ما، انی انا الغفور الرحیم، که ما بسیار بخشنده هستم، الرحیم مهربان هستم. ای دعوتگر مسلمان، ای خطیب صاحب، ای عالم صاحب، ای مولوی صاحب، ای کسی که در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستی، نبی خبر بتی مردم را، عبادی بنده های مرا، برشان بگو که ای اللهی که ما عبادت میکنیم بسیار بخشنده هست، ولو که صدها گناه کردی پس به بارگاه الله رجوع کن. الرحیم، بسیار مهربان از دروازه های توبه و مغفرت برای تو باز مانده. و این خود چی است؟ این میگن توحید در امید، در رجا. اینجا چی است؟ نبی عبادی ان الغفور الرحیم، این توحید است در رجا، که همیشه انسان مسلمان امید به بارگاه الله داشته باشد. عالم توحید در خوف میگه قلب مسلمان باید بین خوف و رجا باشه، یعنی از عذاب الله بترسی، به رحمت الله امیدوار باشی. عالم میگه توحید در خوف. و ان عذاب ویره، هم برای مردم خبر بده که عذاب مکس هو العذاب العلیم، عذاب بسیار دردناک است. و نبئهم، و خبر بده بر از اینا قصه یک تن از موحدان حقیقی را و نعمت های الله را بالای از ببین. و نبئهم عن ضیف ابراهیم، از مهمان ها، ضیف میمانه میگه، مهمانی
مهمانهای ابراهیم علیه السلام از دخلوا علیه، وقتی که مهمانها داخل شدن بالای ابراهیم علیه السلام، فقالوا گفتن سلاما، بر ابراهیم علیه السلام گفتن السلام علیکم و رحمت الله. قال انا منکم وجلون، ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه سلام از اینا را جواب داد و علیکم برشان گفت، دیگه آیات میگن دیگه ابراهیم علیه السلام گفت من خواست شما میترسم. چرا ابراهیم علیه السلام از اینا میترسید؟ به خاطر از اینکه ملائکه وقتی که قبلا گفت وقتی که ملائکه میایه باز مردم وقت نمیته، دیگه عذاب سخت سر از اینا نازل میکنه. ابراهیم علیه السلام ترسید که عالی ملائکه که آمدن آل سر قوم ما و سر خانواده ما و سر از یا کدام اشتباهی نکرده باشه که عذاب الهی سر از اینا نازل شود. از این خاطر گفت که انا منکم چی است وجلون، گفت من از شما میترسم. حتما کدام اول خود نمیفهمید برشان بود. دیگه آیات ما شما خواندیم که گوساله را ذبح کرد و آورد پیش روشان، ما دید که اینا نمیخورن، خدا معرفی کردن گفت که ما ملائکه هستیم. ابراهیم علیه السلام گفت ملائکه وقتی که میاین با این شکل انسان ها با این شکلی که میاین یا حتما عذاب خدا سر کسی نازل میکنه. چرا بعضی اوقات ملک وحی جبرائیل علیه السلام به شکل انسان به تنهایی میآید، پیغمبر میفهمه که وحی را آورده، اما وقتی که تعداد مجموعه از ملائکه میآید، قدر ملائکه میآید که وقتی فکر کنی که در لباس انسان ها آمدن تو بارید برشان یک گوساله را بکشی، وقتی گوساله را میکشن معلوم میشه که تعدادشان چی است؟ زیاد است دیگه، کنایت است. ابراهیم علیه السلام از اینا ترسید. قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل، اینا برش گفتن که تو نترس، انا نبشرک، پیش تو فقط برای یک بشارت آمدیم، اصل وظیفه ما که عذاب نازل میکنیم او در جای دیگه هست. قالوا لا توجل، گفتن که ترس نکو، انا نبشرک، ما فقط برای تو یک مژده میتیم. به چی؟ به غلام علیم، به یک فرزند بسیار عالم و دانا. قال ابشرتمونی، آیا شما مرا بشارت میدین؟ آل پیغمبرها که هستن خود در عالم اسباب زندگی میکنن، ملائکه از مافوق اسباب خبر میاره. ابراهیم علیه السلام از عالم اسباب گپ میزنه. در عالم اسباب وقتی که زن پیر شد، عاقر بود، نازا بود، شوهرش هم ریش سفید شد، 80 و 90 ساله شد، بازی دیگه تصور نمیشه که صاحب اولاد شود. اما ملائکه باز میگن که نه، فرمان الله هست که ما فوق اسباب، بدون اسباب دنیایی، وقتی که الله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینمی مسئله است. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. قال ابشرتم، گفته ابراهیم علیه السلام آیا شما بر ما بشارت میتین؟ علی ام مسنی الکبر، در وقتی که بر ما رسیده است، مسنی یعنی مرا مس کرده، رسیده است بر ما، الکبر بسیار بزرگسالی. فبما تبشرون، پس مرا به چی بشارت میتین؟ قالوا بشرناک بالحق، ما تو را بشارت میتیم به وحدانیت الله، که الله متعال ذات قوی هست، ذات است که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ما این قسم تو را از جانب حق، از ذات قوی با عظمت اکبر، از او ذات را خبر میدیم. فلا تکن من القانتین، پس ما باش از ناامیدان. قال، گفت ابراهیم علیه السلام و من یقنط من رحمت ربه، و کیست که ناامید شود. یقنط و قنوط با توی به معنای ناامیدی هست، قنوط به تی باز دیگه معنا داره. و من و کیست که یقنط و ناامید شود من رحمت ربه، از رحمت ربش، خالقش، رازقش، شفا دهندش. الا الضالون، مگر کسانی چی باشن؟ گمراه باشن. یعنی من ناامید نیستم، فقط از عالم اسباب گپ میزدم. آل ابراهیم علیه السلام از پیشان پرسان میکنه خب موضوع فامیل مخی شد که برای ما بشارت میتین، آل اصل وظیفه تان در کجاست؟ خطرناک است که موضوع ترسیدم. قال فما خطبکم، گفت پس چیست خبر شما؟ کدام طرف خطاب شما، مخاطب شما کی هست؟ با کدام طرف در حرکت هستین؟ ایها المرسلون، ای فرستاده های الله. قالوا، گفتن ملائکه انا ارسلنا، ما فرستاده شدیم الی قوم مجرمین، به یک قومی که اونا مجرم هستن. الا آل لوط، بغیر از آل لوط علیه السلام. یعنی ما در منطقه میریم که اونجا لوط علیه السلام است. قومی از کسایی که بودن، اینایی که در منطقه زندگی میکردن، اونا مجرما هستن، کافرا هستن که هم کفر میکنن، هم شرک میکنن، هم ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات الله را قبول ندارن و در پالوی از یک عمل زشت هم جنسگرایی را هم میکنن. غیر از خانواده لوط علیه السلام، انا لمنجوهم، که ما اونا را نجات میتیم، اجمعین، تمامی. الا امرأته، مگر در بین خانواده لوط علیه السلام هم یک خانم هست که او هم کفر و شرک و بیدینی را ترک نکرده، به لوط علیه السلام ایمان نیاورده است. قدرنا، ما مقرر کردیم،
انها یقینا که او هم لمن الغابرین از جمله اینمی بازماندگان هستند که با امرای لوط علیه السلام نجات پیدا نمیکنه، بلکه در بین از این قوم باقی میمانه و در بین اینمی قومی هلاک میشه. فلما جاء، پس هنگامی که آمد امی ملائکه آمدن آل لوط بر نزد خانواده لوط علیه السلام، المرسلون ملائکه آمدن. ملائکه جمع ملک است. خب ملک جمعش ملائکه هست، بعضیا میگه ملائکه ها، این غلط است. ملک به معنای فرستاده، رسول، و این جمعش ملائکه میشه. و به فرشته ترجمه نکنین، چون فرشته نام زن است و اگر کسی گپ میکنه به این عقیده است که ملائکه مؤنث هستند، ملائکه را به مذکر و مؤنث توصیف کردن، باز این خودش یک بی ایمانی و بی دینی هست. ما ملائکه را میگیم که مخلوقات معصوم الله هستند، اما قسم که الله متعال اونا را خلق کردن و اونا مثل انسان ها ور نیستن، نفس انسانی نداره مثل نفس ما و شما واره. وقتی که اینا میگه فلما، پس هنگامی که جا آمدن به آل لوط، به پیش خانواده لوط، در خانه لوط علیه السلام آمدن، المرسلون کی آمد؟ ملائکه آمدن. قال، گفت لوط علیه السلام انکم، شما که هستین قوم منکرون، مردمی هستین که من شما را نمیشناسم. قالوا بل جئناک بما كانوا فیه، هم تون گفتن که ما ملائکه هستیم آمدیم پیش تو، بما كانوا، با او چیزی که همین قوم تو چی بودن، یمترون، داوود شک میکردن. یعنی ما آوردیم برای تو امو عذابی را که این مردم دو شک میکردن. ما آل دیگه وقت عذاب است، ما یه عذاب آوردیم. و آتیناک بالحق، و آمدیم ما پیش تو با حق، و انا لصادقون، و ما راستگوها هستیم. فاسر باهلک، اسرا یسری، اسرا که میگه اسرا سفر کردن در شب میگن، میگه فاسر باهلک، پس ببر در شب خانوادهت را، به قطع من اللیل، در یک قسمت از شب، واتبع ادبارهم، و تو برو در پی آنها، ولا یلتفت منکم احد، و ملتفت نشو، متوجه نشود یکی از شما به طرف پشت خود، هیچ کدامتان چی نشین، متوجه نشین. و هم دو حیث تأمرون، اما تو رو برین هر طرفی که شما امر کرده شدین. و قضینا الیه، و فیصله کردیم به سوی او ذلک الامر، اینمی امر. چی فیصله کردیم؟ ان دابر هؤلاء مقطوع، دابر هؤلاء یعنی بنیاد اینمی مردم که از مقطوع قطع میشه، یعنی از بیخ و ریشه نابود میشه، بنیادی اینا نابود میشن. مصبحین، در وقت دخولشان در صبح، یعنی در زمانی که مجرد صبح شود کل از یا هلاک میشن. و جاء اهل مدینه، آمدن امو مردم شهر آمدن، یستبشرون، در حالی که بسیار خوشحال بودن. قال، گفت لوط علیه السلام برشان، آلی مردم وقتی که آمدن، ملائکه در چهره جوانا و پسرای بسیار زیبا آمده. یک دفعه مردم که مبتلا به این عمل زشت بودن یا دیگه خوشحال شدن که این والا یک 20 تا 40 تا یا 50 تعدادش نمیفهمم والله اعلم، این تو جوانای بسیار زیبا در خانه لوط علیه السلام هستن. گفت بریم سر زنا حمله بکنین. و جاء اهل المدینه، و آمدن اهل امین مدینه که یا عذاب برشان نزدیک است، یستبشرون، در حالی که بسیار شاد و خوشحال بودن. قال، گفت ان هؤلاء ضیفی، لوط علیه السلام برشان دعوت میتن، برشان میگه که اینا ضیفی، مهمانای ما هستن. برشان میگه او مردم احمق و ذلیل، این مهمانای ما هستن، شما چرا سر مهمانای ما تجاوز میگن؟ فلا تفضحونی، نه اینجا یاش محذوف است، یعنی فلا تفضحونی، پس مرا رسوا و شرمنده پیش میمانا نکنین. بس از همین عمل زشتی که خودتان عادت دارین، علی میمانا از دیگه جای آمدن، شما در اینجا مرا رسوا میکنین. چقدر مردم زشت هستین. واتقوا الله، بترسین از الله، ولا تخزون، و مرا بی عزت نسازین. علی مردم برش میگه، قالو، گفتن اینا برشان، اولم ننهک، آیا ما تو را منع نکرده بودیم عن العالمین، از مردم که دیگه به مردم کمک بکنی؟ ما عادت ماست. قال هؤلاء، باز لوط علیه السلام برشان گفت که او مردم، هؤلاء، امی دخترهایی که دمی قریه هست، اگر شما امکانات مالی ندارین، پیسه ندارین، مهر ندارین، امکانات ندارین، لباس خریدن نمیتونین، من میارم پدرایشون میگم بر شما که بدون کدام مصارف و جنجال تو را میره بر شما نکاح بکنم، خودم نکاح میکنم براتون، صرف اصلا زندگی خوب و پاک اختیار بکنین. قال، گفت هؤلاء بناتی، اینمی دخترای همی قریه که هستن، اینا به مثابه دختران ما هستن، به شمول دخترای خودمان، اینا را بر شما نکاح میکنیم. این کنتم، اگر شما فاعلین هستین، میخواین که انجام بدین، زندگی خوب داشته باشین، میخواین که مثلا حداقل امو شهوات خود به طریق مثبتش مطابق کتاب الله، مطابق سنت پیغمبر او را اشباع بکنین. لعمرک انهم لفی سکرتهم، اینجا الله متعال میگه که
الله متعال رسول الله صلی الله علیه و آله و عمر رسول الله صلی الله علیه و بسیار با عزت قرار داده. میگه عمر رسول الله صلی الله علیه و آله چی بود؟ بسیار پر قیمت بود. چرا؟ چیزی که پیش الله بسیار با ارزش باشه با او چی میکنه؟ قسم یاد میکنه. در اینجا الله متعال به عمر رسول الله صلی الله علیه و آله چی کرده؟ قسم یاد کرده. سبحان الله. لعمرک، قسم است به عمر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، انهم امی قوم لوط که بودن، اینا لفی سکرتهم، دمو سکره و نشه خود بودن، نشه همجنسگرایی، یعمهون که همونطور کور و کر بودن، هیچ نصیحت و هیچ گپ در مغز از اینا تاثیر نمیکرد. فاخذتهم الصیحه مشرقین، باز گرفت اونا را یک آواز خطرناک، مشرقین در وقت شروق، اشراق یا طلوع آفتاب که میشد که یک دفعه میگه کل از اینا را، چی طلوع آفتاب باشه یا طلوع فجر باشه، والله اعلم. فجعلنا علیها سافلها، الله متعال میگه ما گردانیدیم زیر و زبر اینا را گردانیدیم. عالیها سافلها در زبان عربی زیر و زبر کردن است، یعنی عالیها جاهای عالی از را، قصرهای بلند از را بردیم بالا، سافل زیر ساخته میشه که همین قصرها در زیر زمین رفتن. فجعلنا علیها سافلها، باز ما گردانیدیم ایرا زیر و زبر گردانیدیم، و امطرنا علیهم، و همچنان در حالی که زیر زبر چه وقت گردانیدیم؟ او تو وقتی گردانیدیم که در حالی که چی است؟ امطرنا علیهم حجارتا، که ما میباراندیم علیهم بالایشان حجارتا من سجیل، سنگهای از گل پخته. این سنگهای مثل بمبا میامد و از سر از یه سنگ ها می آمد تیاره تکت تکه میکرد. این فی ذلک، یقینا که در اینمی آیات قرآن که است، در اینمی خبر حق است، لآیات، اینجا چی است؟ نشانه ها هست، دلائل است، پند است. برای کی؟ للمتوسمین، برای کسانی که اینا عبرت و پند میگیرد. وسمه نشانه را میگن، متوسم کسایی که از نشانه ها و علامات پند میگیرند. خب و انها، و یقینا که لبسبیل مقیم، به یک راه مستقیم، یعنی امو شهرها را که ببینید، امو راهی که مثلا مردم مدینه سفر میکردن، مردم مکه سفر میکردن، سفرهای تجارتی، این امی قریه ها دمو راههایشان بود. اینا همیشه دمو راه مستقیم کنا میرفتن، در امو جمی قریه ها بود. ان فی ذلک، یقینا که در اینمی لآیه، نشانه ها هست، نشانه و آیات قدرت الله هست، للمؤمنین، برای مؤمنان. و این کان اصحاب الایکه، اگر چی بودن اصحاب ساکنان ایکه، ساکنان ایکه امو قوم شعیب علیه السلام که ما و شما خواندیم، لظالمین، بسیار ظالم ها بودن، فانتقمنا منهم، از الله میگه از اونها هم انتقام گرفتیم. و انهما، و اردو امی قوم، ام قوم لوط، ام قوم ایکه، اردویشان لب امام مبین، در یک راهی هستن آشکارا، یعنی یک راست جایی است که او جای چی است؟ معلوم دار است. وقتی دو منطقه بری برات نشان میده که این منطقه قوم لوط است و این منطقه قوم شعیب علیه السلام است. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، میگه و همچنین چی کردن؟ تکذیب کردن اصحاب الحجر. ما و شما خواندیم که حجر اما منطقه است که بین مدینه و شام است. منطقه حجر، این منطقه حجر هم چی بودن؟ اینا تکذیب کردن پیغمبران را. و آتیناهم آیاتنا، و ما برشان دادیم آیات، دلائل، آیات، علامات چی؟ قدرت خود را. فکانوا، برشان دادیم، نشان دادیم، فکانوا عنها معرضین، اینا همیشه از کتاب الله و سنت پیغمبرشان چی میکردن؟ اعراض میکردن. و کانوا ینحتون، و اینا چی میکردن؟ غرور میکردن. به چی؟ اینا نحت میکردن. نحت چی را میگن؟ حکاکی. ما و شما میگیم که حکاکی. حکاکی چی است؟ که بعضی کسا بسیار مهارت میداشته باشه، اما تو بسیار از یک سنگ بسیار بزرگ یک تعمیر بسیار لوکس می ساختن در کوها. مثل که مثلا از ما و شما حکاکی که در پدرکالان ما و شما بتای کتا کتا را جور کردن که نه 15 سال از فاتحه خلاص نمیشه، نه فاتحه بتای چیزمو کی کار کرده. اینا و کانوا ینحتون، اینها هم نحت چی میکنن؟ حکاکی و سنگ تراشی میکردن. در کجا؟ من الجبال، از کوها، بیوتن، با زنوج بر خود خانه ها می ساختن از حکاکی، آمینین که در بین از بسیار با امنیت و آرامش زندگی میکردن. فاخذتهم الصیحه، باز گرفت اینا را چی؟ آواز سخت. اون آواز سخت گرفت که همین سنگ و خانه کلش در لولاند و کلش هم تو زیر زبر ساخت. مصبحین، در وقتی که اینا صبح کردن. فما اغنا عنهم، پس فایده نکرد از ایشان، ما کانوا یکسبون، آنچه که اینا انجام میدادن. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، و الله متعال میگه که ما خلق نکردیم آسمان ها را و زمین را و آنچه که در بین آسمان ها و زمین است، الا بالحق، مگر به حق. و اینمی خلقت آسمان ها و زمین بر چی است؟ بالحق، ای بالتوحید. که شما آسمان سعی کنین دلایل آسمانی را سعی کنین، زمین را سعی کنین دلایل زمینی را سعی کنین، نباتات
مایعات، جامدات، گازات، تمام مخلوقات، عالمیان نباتی، عالمیان مختلف، کل از اینا رو شما سائل کنین، کل دلایل قدرت الله هست. وقتی که دلایل قدرت الله را فهمیدی به وحدانیت الله تسلیم میشی. الله متعال میگه و ما خلقنا السماوات والارض، ما خلق نکردیم آسمان ها و زمین را و ما بینهما الا بالحق. اول حق معرفت است که توحید معرفت است که الله را خوب بشناسی، به وحدانیتش، به اسمایش و صفاتش، به قدرتش، به جلالش، به عظمتش. و باز و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، باز انسان و جن که در اینجا هستن بازیا برای عبادت هستن. و اون بر توحید است و بر توحید است، توحید معرفت و توحید علم، و انسان ها بر توحید عبادت است. الله توحید بسیار خوش داره، بسیار وحدانیت خدا خوش داره که انسان مؤمن الله را به وحدانیت یاد کنه. و ظالم مشرک است. مشرک همیشه در قرآن ظالم میگن. و ان الساعه لآتیه، و فکرتان باشه، متوجه باشین که روز قیامت که است لآتیه آمدنی هست. فاصفح الصفح الجمیل، پس درگذر. فاصفح یعنی گذشت بکن، با گذشت بسیار اموت زیبا. هر قدر که مردم قبول نمیکنن، هر قدر که اینا جنایت میکنن، بدبختی میکنن، در مقابل دعوت تو ایستاده میشن. این قسم که دیگه پیغمبرها صبر داشتن و بسیار گذشت میکردن، شما هم گذشت بکنین. ان ربک یقینا که رب تو هو الخلاق العلیم، او خلاق است، بسیار خلق کننده هست. العلیم و بسیار با علم است، عالم الغیب و شهاده است. ولقد آتیناک و رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما دادیم برای تو 7 من المثانی، 7 آیات من المثانی که تکرار خوانده میشن. این یعنی سوره فاتحه را الله متعال را 7 من المثانی میگن که در هر رکعت نماز به تکرار خوانده میشه. دیگه چیه را برای دادیم؟ والقرآن العظیم، علاوه از اینکه این سوره هست کل مکمل قرآن عظیم شانه برای تو دادیم. لا تمدن عینیک، باز مکن چشمایت الی ما متعنا به ازواجا، به سوی آنچه که فایده دادیم یا متعه دادیم، به به آن ازواجا جماعت ها را، منهم از ایشان، ولا تحزن علیهم، و سر از اونا جگرخون هم نشو هیچ به این چیزا جگرخون نشو با آن چیزی که اونا میکنن. واخفض جناحک للمؤمنین، و فقط امو بازویت، بالهایت پست بگردان، یعنی بسیار امو محبت و دوستی و آغوشت باز بکو. برای کی؟ برای مؤمنایی که یقین دارن به وحدانیت الله. و قول و بگو اینی یقینا مکی هستم، انا النذیر المبین، ما بیم دهنده آشکارا هستم که شما را از نتیجه شرک و کفر و ارتداد و بدبختی ها عظیم شما را می ترسانم به شکل آشکار. کما انزلنا، چنانچه ما نازل کردیم، فرود آورده بودیم، علی المقتسمین، بر تقسیم کنندگان، یعنی بر کسایی که کافر هستند. و چه قسم؟ الذین، کسانی که جعلوا القرآن، اگر گرفتن کتاب الله را، قرآن عظیم شان را، ایدین پاره پاره. فوربک لنسألنهم اجمعین، یعنی چی هستن؟ مردم های بیدین که هست، یک قسمت قبول میکنن، دیگه قسمت قبول نمیکنن. این قبول دارم، سر از این اعتراض دارم، ایش نمیکنم، این قبول دارم، این نمیکنم، این میکنم، این مخالف رواج ماست، این نمیکنم، این بدل ماست، این میکنم، این بدلم نیست، این نمیکنم. این تقسیماتی که این کافرها این قسم میکنن. فوربک، میگه این عادت کافرها هست. باید قرآن و سنت کامل تسلیم شوی و کاملا بگیری. و اگر در کدام جایش عمل کرده نمیتونی، برش میگی والله این نمیشه، من عمل کرده نمیتونم، الله مرا ببخشه. و یا مثلا در اینجا اجتهاد من نسبت به اجتهاد تو تفاوت میکنه در فهم نمی آیت یا فهم نمی حدیث، پس ما و شما هم ان شاء الله کوشش میکنین به حق برسین، ما هم ان شاء الله به حق میخوایم برسیم. الله متعال کل ما و شما رو ببخشه. تقسیم بندی نمیکنیم، گروه بندی که تو فلان هستی و سر خود نام بانو خدا گروه تقسیم بگو من فلان گروه هستم کل ما. نه، هو سماکم المسلمین، الله متعال ما و شما را مسلمان خلق کرده و دین ما، راه ما اسلام است، کتاب ما قرآن است و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است. اگر اسلام و اینمی قرآن و سنت و وحدانیت الله ما و شما را جمع نکنه، این حزبگری و قومگری و فلانی و گروهگری و یا هیچ نمیکنه. اینمی میگه کلمت توحید لتوحید الکلمه. وقتی که کلمه توحید لا اله الا الله را خواندی، محمد رسول الله را خواندی که الله رب ما هست، خالق ما هست، الله ذات یگانه هست و رسول الله صلی الله علیه و رهبر ما هست، کل مسلمان ها متحد میشه. حالا مشکل چی است که بسیاری کسا توحید ترک میکنن، بسیاری کسا عوض رهبریت رسول الله هم رهبرای دیگه میگیرن، اسوه الله رسول الله را معرفی کردن، اینا اسوه خود دیگرا را میگیرن، کتاب الله و سنت رسول الله را ترک میکنن، میان دیگه کتابا شروع میکنن. این مردم چی میشن؟ تقسیم بندی میشه.
الله متعال میگه فوربک، پس قسم است به رب تو، لنسألنهم، حتما ما سوال میکنیم اجمعین از تمامشان، اما کانوا یعملون، از آنچه که اینا عمل میکنن. فاصدع بما تؤمر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به آشکارا دعوت کن مردم را، بما تؤمر، به آن چیزی که امر کرده شدی. 3 سال رسول الله صلی الله علیه و دعوت مخفی داشت در مکه مکرمه. بعد از این آیت شریف آمد برش گفته که فاصدع بما تؤمر، آل دیگه آشکارا بخیز برای مشرک بگو که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دیگه بر از اونها بگو که شما غلط هستین و توحید اینی هست. فاصدع بما تؤمر، پس آشکارا به آنچه که به تو حکم شده، به تو حکم شده چی آشکارا کن آنچه را که تؤمر امر کرده شدی. و اعرض، و روی بگردان، عن المشرکین، از مشرکان. انا کفیناک المستهزئین، ما کافی هستیم بر تو، یعنی الله متعال میگه کسایی که استهزاء و رشخندی میکنن در مقابل تو، ما بر از او کافی هستیم، ما جزای از اونا را میتیم. الذین مستهزئین، کدام مردم هستن که مسخرگی میکنن به دین الله؟ الذین، کسانی هستن که یجعلون مع الله الها آخر، به امرای الله معبود دیگه میگیرن، پیش از او میرن، در دربار از او میرن، در درگاهی از او میرن، در منظر از او میرن، در قبر از او میرن، در بتخانه از او میرن. یجعلون مع الله الها آخر، میگردن به امرای الله معبود دیگی را، باز اون معبودی که ذات از او را عبادت میکنن و یا قانون و احکام از او را بالای خود تطبیق میکنن. اینی مردم ها استهزاء میکنن به توحید. فسوف یعلمون، پس و ان شاء الله میدانن. ولقد نعلم انک یضیق صدرک، الله متعال میگه ای رسول الله صلی الله علیه و ما این را هم میفهمیم که تو بسیار دلت تنگ میشه رسول الله صلی الله علیه و به ما یقولون، به آن چیزی که میگن. رسول الله صلی الله علیه و بسیار وقت بعضی اوقات که اعتراضات به جای شرکی و کفری میکردن، سر پیغمبرها تهمت میکردن و وفد یهود میآمد و وفد نصارا میآمد و نجران میآمد و مشرکین میآمدن و جر و بحث میکردن و استهزاء میکردن و توحید قبول نمیکردن. رسول الله بسیار جگرخون میشد که یا رب چطور کنیم؟ الله متعال میگه ولقد نعلم، یقینا که ما میدانیم که انک یضیق صدرک، تو کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم یضیق صدرک، تنگ میشه سینه تو، بما یقولون، به آنچه که میگن. فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بگو به حمد ربت، و کم من الساجدین، و از جمله سجده کننده ها باش. و عبد ربک، و عبادت بکن ربت را، حتی یأتیک الیقین، تا زمانی که مرگ تو بیایه، مرگ دیگر را بیایه، که او وقت باز همه چیز یقینی بر کل چیز ثابت میشه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.